بعد از خیانت شوهرم 3 بار بهش خیانت کردم. چون سلام، به کانال داستانگو خوش اومدین. قبل از شروع داستان ممنون میشم لایک بفرمایین و اگر عضو کانال ما نیستین دکمه سابسکرایب و زنگوله رو فشار بدین. خیلی سخت بود. خیانت مجازی بود. زود فهمیدم. تا الان برام سواله که چرا به من خیانت کرد. خدا شاهد قیافم تو کل فامیل تک بود. از هر لحاظ سرتر بودم. از تحصیلات گرفته تا بقیه چیزا. منم سر لج خیانت کردم. فقط میخواستم طلاق بگیرم. ولی متاسفانه اون خیلی مقاومت کرد. خیلی تلاش کرد که منو از دست نده. دست به دامن خیلیا شد که من طلاق نگیرم. خیلی گذاشتم عذاب بکشه. البته منم عذاب کشیدم. همون موقع بود که دخترم تومور استخون گرفت. همین بیماری دخترم باعث شد به هم نزدیک بشیم. ولی تا الان بهش اعتماد ندارم و ازش کینه دارم. الان بچه‌ی دوم دارم. ولی هیچ وقت یادم نمیره. منو انگار زنده به گور کرد. بهش گفته بودم که تو خیانت کردی، خیانت میبینی. ولی اون به هیچ عنوان باور نکرد. تا الانم نفهمید که خیانت کردم. ولی خیلی پشیمونم به خاطر اینکه برای آروم کردن خودم و تلافی کردن از خیانت استفاده کردم. بزرگترین اشتباه بود. به جای راه حل درست، راه حل غلط رو انتخاب کردم. درسته نفهمید، ولی به نظرم بدترین اشتباه اینه که منم بدی کنم. اون موقع خیلی تصمیمم جدی بود برای طلاق، چون واقعا موارد خیلی سرتر از شوهرم برام پیش می اومد. از فامیل پدری گرفته تا مادری که خیلیا منو حتی ندیده بودن. همشونم انتظار داشتن طلاق بگیرم و اونا بیان خواستگاری. حتی به خانواده‌ام من مطرح کرده بودن. این مورد منو خیلی مشتاق‌تر کرده بود برای طلاق. جالب اینجاست شوهرم آدم بسیار حساس و شکاکی بود. تا الانم همینطور. خیلی بهم گیر میده. کسی که این همه سرزنش حساس باشه نباید این کارو بکنه. به خاطر خیانت شوهرم یه کار اشتباه کردم، یه اشتباه بزرگ. اون موقع شوهر دوستم خیلی اطرافم میپلکید. خیلی سعی میکرد مخ منو بزنه و متاسفانه تونست و من به دوستم خیانت کردم. البته صمیمی نبود باهام. اونا هم نزدیک بود از هم طلاق بگیرن. زنش هم باردار بود. خلاصه خیلی اتفاقات افتاد. همه فکر میکردم من توهم زدم. مشکل روانی دارم. وقتی دیدم هیچکی منو باور نمیکنه و هنوز ضعیف بودم خودکشی کردم. متاسفانه رفت به خانواده‌ام گفت. وقتی خانواده‌ام فهمیدن بهم گفتن دیگه دختری به نام من ندارن. بهم گفتن چرا؟ آخه دردت چیه؟ خلاصه همه رو زدم کنار و اول خیانت کردم. بعدش فهمیدم مردا ذات ندارن کلا. محکم و قوی تر شدم و درخواست مهریه دادم. بعدش هم اون ماجراهای بالا پیش اومد. من از اونا بودم که جرئت نداشتم بدون اجازه تا دم در برم. گفتم باشه برات دارم. چندین بار رفتم بیرون بدون اجازه با ماشین با یه مردی که دوست شوهرم بود. اون خیلی بهم توجه میکرد. منم خر شده بودم. باش درد و دل میکردم. نزدیک بود زندگیشون از هم بپاشه. با یکی دیگه دوست شدم که اون مجرد بود. قرار بود باش ازدواج کنم. بعد از دوست شوهرم اون بدجور بهم وابسته شد. خیلی. ولی نمیتونست منو با دخترم قبول کنه. خانواده‌اش قبول نمیکردن. وقتی فهمید برگشتم سر خونه زندگیم خیلی تاثیر بدی گذاشت. سریع خانواده‌اش رفتن دختر فامیل براش گرفتن که متاسفانه هیچ بهش نمیخورد. من آخرش خوشحال شدم براش. ولی من باعث شدم خانواده‌اش به خاطر من عجله کنن و مجبور شدم به سلیقه خودشون براش زن بگیرن. بعد ازدواج زنش رفته بود سراغ وسایلش. رمو پیدا کرده بود که تمام عکسای من داخلش بود. نزدیک بود آبروی منو ببره ولی به خاطر دخترم که فهمید مریضه چیزی نگفت. همه از ازدواج با شوهرم مخالف بودن. به خاطر همین برام سخت بود ازش خیانت ببینم. قبل ازدواج پسر خالم که خیلی منو میخواست هر کاری کرد بهش گفتم نمیخوامت. متاسفانه به خاطر من احمق قبل ازدواجم دست به خودکشی زد که به زور نجات پیدا کرد. اون دیوانه‌وار عاشقم بود. تمام خونه زندگی رو پر کرده بود از اسم من. کادو می‌خرید ولی همش پس می‌دادم. بهش میگفتم نمیخوامت. ولی 3 سال بعد از ازدواج من به انتخاب خانواده‌اش ازدواج کرد.
تا الان نتونسته فراموشم کنه. بعد از سالها فهمیدم عاشق واقعی پسر خالم بوده و اشتباه بزرگی کردم که با اون ازدواج نکردم. خیلی پسر با احساسی بود. خیلی تو ذوقش میزدم. خلاصه خیلی پشیمونم، خیلی. تا الانم یواشکی سراغمو از بقیه میگیره. از مجردیام تا الان هر سال پیام میده و تبریک روز تولدم و هیچ وقت فراموش نمیکنه. هیچ وقت به خدا فراموش نکرده. تعجب میکنم. چیزایی که من دوست دارم، تمام خصوصیاتم، تمام علایقم و همه رو میدونه. کاش با پسر خالم ازدواج میکردم. تا اینجوری نمیشد. انقدر زجر نمیکشیدم. یادم وقتی کرونا گرفته بودم دیوونه شده بود. از خونه فرار کرده بود. نمیتونست کاری بکنه. خالمو فرستاد. جلو زنش نمیتونست کاری بکنه. انقدر سرسنگین. نمیذاش زنش بفهمه یا به زندگیش لطمه بخوره. یواشکی سراغمو از بقیه میگرفت. رفته بود امامزاده که فقط من چیزیم نشه. البته هم من هم دخترم. حتی برامون نذرم کرده بود. خدا شاهده، نه باهام رابطه داشت نه چیزی. به طور خیلی پنهونی توی قلبش منو جا داده بود. و منو بعد از این همه پس زدنا فراموش نکرده بود. خیلی سخته بعد از سالها بفهمی پسرخاله به صورت برعکس اسم تو خالکوبی کرده باشه رو بدنش. خیلی پشیمونم به خاطر پسرخاله. همین که چرا با اون ازدواج نکردم و گول چیزای دیگر رو خوردم. من بعد از این همه سال تازه فهمیدم عاشق واقعی پسرخالم بوده و من چه اشتباهی کردم. یه روز دیوونه شده بودم وقتی فهمیدم شوهرم خیانت کرده و کسی منو باور نداره. رفتم بیرون از خونه بدون اجازه. اونم فهمید و سریع اومد بیرون. گفت جرأت داری پاتو بذار بیرون. بهش گفتم میرم یه جایی. گفت بیا، رفتی دیگه زن من نیستی. برام مهم نبود. رفتم و پیاده راه رفتم تا رسیدم به امامزاده. غروب بود. رفتم امامزاده و اونقدر زجه زدم که سیر شدم. اون شب بارون بود. بعد برگشتم و رفتم خونه دختر خالم. خیلی زنگ زد تا دختر خالم بهش گفت نگران نباش، خونمونه. یه روز که قبلش قول داده بود همه چی تموم شده نشسته بودم پیشش. بعد صفحه گوشیشو نگاه کردم دیدم نیمروخ دختره رو گذاشته بود. به خاطر همین دیوونه شده بودم. بهش گفتم تو که قول دادی. بعدش همون اتفاقاتی که تعریف کردم اتفاق افتاد. من اول خطا و خیانت نکردم، به خدا قسم. خیلی گریه کردم، التماس کردم. 1 سال از خیانتش گذشت تا خیانت کردم. اینجا ناراحت بودم که من خیلی از لحاظ قیافه از اون دختر سرتر بودم. دختره از من چند سالی بزرگتر بود. اون موقع ها من 23-4 سالم بود. بعد از اون جریان خیلی شکسته شدم. هر کی منو میدید میگفت که چقدر تغییر کردم. خیلی قبلا قشنگتر بودم. این جریانات برای 7 سال پیش بوده. خیلی ها بهم میگفتن شاید به خاطر اختلاف و خیلی چیزا باهات راحت نبوده. مثلا سطح تحصیلات بالاتر و وضع مالی خانواده‌ام. به خاطر همین دختره که هم سطح خودش بوده راحت تر بوده. الان 7 سال گذشته. تمام خونه و زندگی از خودم دارم. خدا رو شکر مغازه لباس فروشی هم دارم. اما هنوز نتونستم این مسئله رو هضم کنم. چطور میشه یه مردی به زنش خیانت کنه؟ دوست دارم همیشه مردا رو به اوج برسونم و بعد یهو پرتشون کنم. عقده‌ای شدم. الان خیلی دوستم داره. هوامو داره. فقط یه روز اگه منو نبینه به هم میریزه. دیوونه میشه، عصبی میشه که چته مشکلی داری به هم بگو. ولی به روش نمیارم که من دردم تویی. ممنون که شنونده این قسمت از پادکست ما بودین. لطفاً جهت حمایت از ما لایک بفرمایین و اگر عضو کانال ما نیستین دکمه سابسکرایب و زنگوله رو فشار بدین تا بتونیم داستان‌های بیشتری رو با شما به اشتراک بگذاریم. و اگر شما هم دوست داشتین تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بگذارین با آیدی که داخل کپشن درج شده پیغام ارسال فرمایین.